دم باش بخير هاتن برنامج ديا ديدار روجي جدنجي أمريكا لواشنطن أز دخيل شمو وزير الدرفه أمريكي مايك بامبيو سردانا كوريا با كوردكا وكايا كم قنا غادان وستاندنان جبو جيب جي كرنا ريكاتنا ديروكي دنبرا سروكي أمريكي دونالد ترامب وربري كوريا با كوردا بما بستا نهشتنا برناموية نافوكي أفسردان هفدمي آگهيانا كو كوريا باكور چالاكي نافوكي لهندك نافندان زيدا كرنا قالوا اف برزگريكا نافوكي ديروكاوي چاوايا وي بگها انجامكي عاشتي وي درست با كوريا باكور وي دبج نافوكي خبردا و چند پرسنت دي ام دگل خانم كاني كيم قلتو بيش دكن او روجنامه فانكا بشي كوريا دنگي امريكا. Thank you Ms. Kim for this opportunity. Thanks for having me. ام چاوره چی دکن جیوینه؟ I think that's what everybody's been waiting to hear from Washington D.C. here because از باور دکم هر کس لبندیه تشکی جواشنطن ببیستد چنکو یک جخال داخویانی جوینا بلند او بوکو وزیر در و مایک پامپیو سروکاتیا تیمکی بگه و سردانا کوریا باکور بگه بو دانستاندنان لسر پنگاوین دهاتی بمبستا جناف برنا چکی ناوکی کوریا. امی لبندا انجام سردانا برئیس پامپیو بمینن که اوی به چه شیوهی دانستاندنان بگه. And what kind of results, what kind of discussions they will have on denuclearizing North Korea. هون لدم جوینا بلندا سروک ترامپ و ربری کوری لسنگاپور بون. قالوا گرینگترین خالن جوینه چی بون؟ I think the most important thing about this summit from President Trump and Chairman Kim از باور دگم خاله هری گرینگ جوینا بلندا سروک ترامپ و ربری کوریا کیم جونگ اون او بو هر دو ولات لسر باشکرنا پیوندیان ریکفتن. جه پیوندین دجمنانه لچند سالن بوری برف دوستاتیه. خالق دنیا گرینگ او بوکو او لحفهاتنه لسر هنده بوکو کوریا باکور سوزه ده و ده توایا ناوکی خواه جناف ببه. او اوی کاری بکن جبو به دست خستنا اولهی و آشتیه لگراوا کوریا. جبلی وان خالان کوریا باکور ده پاشمایا سربازین امریکی ین لکوریا هاتین کشتن بده امریکا. و گراندنا پاشمایا دست بگیریه. او پشتی هلجوینه سروک ترامپ تشتکی بالکش گود. او ده راهنان سربازیین هفپش بکوریا باشور را گره. اوه چنده کوریا باشور شوک کرد چنکو اوه دهان سالن او راهنان تین کرن وکو دوستاتیا هر دولاتان. شارزال واشنطن دبیجن اوه نشانه که که امریکا دخوازه آشتی آوا بگه. نها گوگ دگوراپانا کوریا با کرده حتی دیار بکه که وی جدل دوید ناوکی خواه جناف ببه. So now the ball is in North Korea's court to show that they're really sincere in bringing denuclearization of North Korea. كاني بري ام بچي نافوان هوركاريان مدخواست جتا بپرسم كو بري جوينا بلند و لدم جويني جي بالا جهاني لسركساتيا هاردو ريبران بو. Exactly. شما؟ Well, as you know, President Trump is a very unconventional leader as a U.S. president. وکا هون دزانن سروک ترامپ سروک کین عادتیه وکو سروک دین امریکی او ده همو جیان خدا کارساز بو او تشتین نچاوری کری دکه او نخودی ستایلکی دیپلوماسی عادتیه وکا گلک سروک دین امریکا اول آلیه کی دن کیم جونگ اون ریبره کی گنجه گوج سال 2011 وره حکمرانی دیکتاتوری لکوریا باکور دکه او قد نگهشت آسته نفنتوی بری بسروک ترامپ را بجبه لو ما خما هر کسی بود تشتکی جدا ببینه. ودید سروک ترامپ گفت او ناچه جوینه. دمکی کرد پشتی دم جوینه هاتی دیار کرن. Are going to garner some kind of results on North Korea's denuclearization front. سو كان دي باش امريكا وجيهان وباوري بكيم جونج اون بينن. Well, so far, I think the international community is very skeptical on trusting North Korea because حتی نها جواکا نیونتوی گلک بگمانه. چونکو کوریا باکور بری نهار کفتنک به امریکا را کربو. دجوینا اندامن شش آلی ده لیوان پیگرتن پی نکر. کوریا باکور تم رد کر. گوله کولر ناوکی آژانسا ناوکی یا نونتوی هرن ولات وان خوجر کفتنا نهشتنا چک ناوکی ودزی و جبریار جواتا اولهی یا نتوین یگرتی. افجا گلک گمان هیا کوریا باکور سوزن خواه بجه بکه. Unlikely that North Korea is going to keep its promise. اگر ریکاتن سرکد کوریا باکور وی چب دز ببینه؟ Well, the U.S. promised that they're going to give security assurances to North Korea. امریکا و اولهی کوریا باکور پشتراز بکه و وی داگیر ناکه.
لهمو دمي بوري سياسة كوريا باكور لسر هيرشا لسر أمريكا بو بموشكين باليستيكي ين بسر كشوران را. افجا باورینی کوریا باکور دف جچکی خوی ناوکی برده. چنکو او کرنه بشک جدستوری خواه. ام نپش راستین که اگر کوریا باکور و دف جچکی خوی ناوکی برده. اگر رکاتن چو سری او دی پروسه دور و دریج با و گلک آلوز جیبا ما نوصایا. Of course, definitely. Because first of all, the first step North Korea has to take... بگومان پنگاوا یکی اوه که دوید کوریا باکور توایا ناوندین خوی ناوکی دیار بگه. او ری بده لیکولرین آژانسا ناوکی یا نیونتوی و تایبتمندین دین جیهانه بچند ناو ده. افجا چکی ناوکی درخن و ناوند و سازی ناوکی جناو ببن. او لیکولر دی پشراز بکن که ایدی کوریا باکور شیانا درست کرنا چکی ناوکی نینه. دمکی دریج جوی پروسه را دوید. To what extent that كاجمرة بيجي حتى تشرع دي برنامج نافوكيا كوريا باكور كفاية لسر جواكا نفنتوي ولسر جيهاني. North Korea's nuclear threat has become an imminent threat to the United States and to the international community because جفا نافوكيا كوريا باكور بويا جفك دمي لسر أمريكا وجواكا نفنتوي. چنکو پشتی تاقی کرنا شش موشکین خواه ناوکی وان راگهان کو تاقی کرنا بمبا هیدروجین سرکفتی بویا و دکارن سری ناوکی لسر دانن و اوه واتای دده کو دی بگهن امریکا. جوی دمی امریکا گلک بجدی هزرا گفا ناوکیا کوریا کر. چنکو بری هنگی موشکین کوری ندگهان کشور امریکا و نگف بون لسر اولهیان اجتماعی امریکا بتنی گف بون لسر کوریا باشور و ژاپنی. نها او موشک گفک روزانه لسر امریکا و سروک ترامپ بهیویه و نیاز هیاوی گفه به یک جاری نهیله. On a daily basis, President Trump is willing to and is really determined to resolve this issue forever. So that's the رئفايا كو أمريكا جريكاتني قازانج دكا أجر ريكاتن بتجيبو أمريكا ويجي جفاع موشكين كوري بسلامت با أنا كده سكافتين ديجي أمريكا الرهنا. I think they can definitely guarantee the security of the international community because if از باور دکم او دکاره اولهیا جواکا نیونتوی پشراز بگه. چونکو اگر گش چکی ناوکی کوریا باکور هاتا جناو برن او دی پیوندین باش و عدتی دگل امریکا و دگل توایا جیهانی گری بده. اوه دی رودانک مزم به دی بالیوزخان امریکی لکوریا باکور بید وکرن و بالیوزخاناوی لامریکا. جوی خاله دیوی تکلین بازرگانین باش دگل ولاتن دی هبن. و دی ببه اندامک دجواتا جیهانی ده و پیوندین آبوری و بازرگانی دگل امریکا هبن. و هر دو آلی دی قازانجی بکن. relationship with North Korea. So if that happens, it'll be a win-win for both sides. There are other countries who كاني ولاتين ديجي هناكو نافوكي درس كرنا چكي نافوكي درس كرنا چما كوريا باكور خاطر دما نافوكي هبا I think one of the main reasons از باردکم یک جا اگر سرکه اوه امریکا جوا گوهستنا تکنولوژیا ناوکیا کوری جبو ولاتین دی دترسا و دخوازه ریلوی بگره. And the United States wants to eradicate that from happening. What are some of the significant agreements? ركاترين هاري جرينجين كوريا باكور هين چبون. Well, the first agreement North Korea had with the United States was back in 1994. یکم ریکفتنا کوریا باکور به امریکا راهی لسال 1994 بو. لوی دمی بی یکم کریزا ناوکی بلیف کرن. دما کوریا باکور گوته او دی خواج پیمان ناوکیا جیهانی وکیشه و لیکولر جناوندین خواه درخستین. سروک وی دمی بیل کلینتون هزرا بمباران کرنا سازی ناوکین کوریا باکور بدزی ودکر. او بو لسال 1993 روش گلک گرج بو. لی هر تشتهاد گوهارتن دما سروک بری جیمی کارتر سردانا کوریا باکور کر و دگل سروک وی دمی کوری کیم جونگ ال جویای. وی جوینه ریج ریکفتنا 1904 رخوش کر و کوریا باکور گود او دی برنامه خویا پلاتونیوم را گره و ریاکتورین برنامه خویا ناوکی جناو ببه. برانبری وی امریکا دی آریکاریان بده کوریا باکور و آوا سویک بو مبستین سویل. Give North Korea aid, oil, and they're going to give a light water reactor for civilian use. And كوريا باكور عليكاريج أمريكا ورقرت لبرنامج خويا نافوكي نرع وسطان. Yes. So that's the whole history of North Korea. They've راستا اوه همو دیروکا کوریا باکور و آریکاریج امریکا ورگرتن لیکوچاق هنارتنا لیکولران هاتی داکو زیروانیا دزگه ناوکین کوری بگه وان او رد کر. اوه بو پرسا بکوریا باکور را اف جانها ریوبریا سروک ترامپ دخوازد قناغا لیکولین پشراز بگه.
لێ ئەم نزانن کە حتا چەنێ کوریا باکوور دەوێ قۆناغێ جێبەجێ بکە. Phase into the agreement, but we don't know if North Korea is going to accept that phase again. Now, only American is talking with North Korea. نها بتني أمريكي دانستاندنان بكوريا باكور رادكنو ركتنا كادو آلي هيا. أتزانم چین و کوریا باشور جی حتی راده که بجدارن. گلو چیش دانستاندنین چش آلی هاد با نهشتنا ناوکی کوری؟ Well, the six-party denuclearizations are not. دانستاندنین شش آلی نها رابستاینه. چونکو کوریا باکور خواجوان وکیشا لسالا 2009. دانستاندنین شش آلی ل 2003 هات بیک آنین. دما جورج بوش د دستحالات دبو. اندامنوی هر دو کوریا چین و روسیا جیبون. لوان دانستاندنان دان ل 2005 کوریا باکور راضی بو لسر بندگرنا توایا برنامه خویا ناوگی و امریکا راضی بو گو هیرشی کوریا باکور ناکه. لی او همو جناف چو دما کوریا باکور تاقی کرنا موشکان لسالا 2006 کری. Not attack North Korea. But then again, that all went down the drain when North Korea conducted its nuclear test in 2006. So is North Korea تباردکی کوریا باکور دفج ناوکی خبرته؟ Well, the international community is very doubtful that North Korea is going to give up its nuclear weapons program. جواکا نیونتوی گلک بگمانه که کوریا باکور دی دفج برنامه خویا ناوکی برده. و دیپلوماتکی بری ج کوریا باکور جدا بویا و رویای کوریا باشور. گوتیه که کوریا باکور قد دفج برنامه خویا ناوکی برناده. چونکو د دستور ده لسال 2012 هاتیه دارشتن. او باور دکن اگر وان برنامه خویا ناوکی جناف بر ولات وان دی بید داگیر کرن. او سروری وان در رژیم دهی نامینه. او بری خوددن پاشروجا دیکتاتوریا لیبیا معمر قذافی که ناوکی اوی هات جناف برن او جی هات جناف برن. او دیپلومات دیسان دبیجه کیم جونگ اون وی خورا گره حتی ترامپ چه سروگاتی درکوه. او دی دمی درباز بگه او دپی را دی برنامه خواه ناوکی دیسان برف بیش ببه حتی که دانستاندنان به جیهان را دگه وکا ولات خودانچک ناوکی. Let's assume that the deal will not work out. جاری ام پیش بینی اوی چندی بکن که ریکاتن ناگهت چه آرمانجا و آشتی نابا و چه دستکفت جریکاتنی در ناکبن. گلو لوی دمی کوریا باکور دی در روشک خطر دبا؟ I think that'll depend on how much development North Korea makes. از باور دکم اول سر هنده دمینه که کوریا باکور دکاره چند پیشکتنی د برنامه خواه ناوکی دا بگه. دمی سروکایتی دونالد ترامپ ده. چونکو ریوبریا ترامپ گلک جدیه لهم برچاره سرکرنا پرسکریکا ناوکیا کوریا. و دانیه پیشخواه حتی سال 2020 جناف ببه. و اگر کوریا باکور نیاز باش دیار نکر، از باور دکم که امریکا دیکارکی جگداری لدجی وی بکه. لیهش تا دمی بدیماهی آنینا دانستاندنا نهاتیه دیار کرن. و وزیر درو پامپیو ندگل دیار کرنا دمک وبریه. افجا ام نزانن که اگر ریوبریا ترامپ هنگی جهلوستی خواهیتون سست بویا لهم بر کوریا باکور. How that enrolls within the Trump administration while he's in office. Then what do you think will be? باشه به باوریاتا دوید چی بید کرن بو ریگاتنی لگرژین پتر لپاشا روژه؟ Well, I think North Korea definitely has to make moves. دوید کوریا باکور پنگاوان باویجه و دیار بگه گول سر سوزا خواه جبون هشتنا برنامه خواه ناوکی. مادم امریکا مناورین سربازی با کوریا باشور را گرتنه دوید کوریا باکور جی هنک پنگاوین پراکتیک باویجه. لی حتی نها چه پنگاوین کنکریت جبو جناف برنا برنامه چکان نشان ندانه حتی افتست پیشخری برف پیش هره. To get this motivation, to get this initiative rolling on this peace process. Kani, why the North Korean? Kani, چما نها خطر برنامه ناوکیا کوریا باکور لسر امریکا دیار دبه؟ It definitely emerged as a threat to the United States. او وکا گفل سر امریکا دیار بو دما کوریا باکور شیایی موشکن بسر کشوران را تاقی بگه و بمبا هیدروژنی تاقی کری. او نها گفا راست و راسته لسر جیان خلک امریکا. او موشک راست و راست دگهن نیویورکی. دگهن واشنطن پایتخت اف برس گلک مزن بویا. To the Americans here. You are Korean and you are تو بخا کوریایی و پیشهاتان جنیزیک دشوپینی و بتایبت کساتیا کیم جونگ اون تو باوردکی او دیکتاتوره؟ I think he's definitely a dictator and I don't think he can be trusted. از باور دکم او دیکتاتوره از باور ناکم کو او جهی باوریه لی نهاوی دوچاوین دوستانه هنه
و بویا ریبرک دکاره هر طوالات دربه. لی دوید ام جبیر نکن او لپشتگرتن و زندان کرنا توایا جدا بیرانه و خطابار پیشلین مافی مرووانه لکوریا باکور. دما او بدوی بکنی و بلوین دیپلوماسی و برف امریکا و کوریا باشور خوانیشان داده، دوید او پرس بین بحث کرن و دوید امروی وی راستقینه جبیر نکین. North Korea's abysmal human rights must be addressed and that we must not forget that face of Kim Jong-un. We know that a lot of people complain about the human rights record of. ام دزانن قالك لعن غازندا روشا ما في مروفان لكوريا باكور دكن لدجفينا بلندا روشا ما في مروفان وآزادين كسايتي ند أجندي دابون تذكاري جمرة بحثي برسين ما في مروفان لكوريا باكور بكي. The human rights issues in North Korea is a very well-known fact in the international community. روشا ما في مروفان لكوريا باكور راستية توايا جواكا نيفنتوي آگه داره. به هزاران زندانی سیاسی هنه حکمت بریوه دبه. هر کوریک حول بده سنوری در باز بگه برف چینه یا جی دجی رژیم راوسته دی بیت زندان کرن. هر کسک زانیاریان جی درکی دره و ورگرد دی بیت زندان کرن. هر کارک لدجی اولهی رژیمه به نبس او دی بیت جزا کرن. بلکو بربابین بنمالا ویجی. از باور دکم اوه پرسک زحمت اج جواکا نفنتوی را. چونکو کیم جونگ اون نه آماده یوان پرسان بریبرین دین جهانی را گوتو بیج بگه. پیشلی ما فی مروان ده اجندای رژیم ده. برین هاجوینین دین بلند نفبر امریکا و کوریا باکور ده هبون. لی او نگهشتن چه انجامه؟ چما؟ Well, the last summit opportunity that North Korea and the US had دلیویا جوینک بلند یا امریکا و کوریا هبو لسالا 2000 دما کو هشتا بیل کلینتون سروک بو. کار بدستکی مزنی کوری لکوش کاسپی به بیل کلینتون را جویا. دپی را وزیر در ویاوی دمی مادلن آلبرایت سردانا کوریا باکور کرد. زمینه یک باش پیدا بو جبو جوینک بلند لی او دلیوه نما دما جورج بوش بوی سروک و هلوستک تند لدجی کوریا باکور دیار کری و او به پشتوانی کرنا تروره بلف کری. Now he came into office with a very hardline stance on North Korea and designated North Korea as a sponsor of terrorism. Do you have a hope that one day قالوا قد تهيفي هاي الروجك بيتن كوريا باكور وكوريا باشور دانو استعدنا بكن وجارك هادي ببن يك ولات. I definitely hope that the Korean Peninsula will be reunited. من هیوی هیا کو گرآوا کوری و یک بگرفه و خلکی کوریا باشور کو هشتا مالبات لکوریا باکور هنه او خمن هیا لی او خمک مازنه چونکو نها کمتر او حز هیا جبرکو او هزر دکن کاکی دیباری وی ارکی لسرملی خودینه کی دی آماده به سردریه دگل توای زحمتیان بگه جداهی زمان و کلتوری از باور دکم گلک آستنگ هنه لی جبو قوناغک دریجدم دی گلکرنا جیدر و هیزا مرووی یا هر دو ولاتان دی آریکاریا گلی هر دو آلیان بگه. Combined with North Korea's human resources, it's going to be a huge asset to the two Koreas. Connie Kim, thank you so much. Thank you for your time. Thank you for having me here.